ادامه بگومگوهای جنگ تمام عیار بین هند و پاکستان در نتیجه حمله مرگبار در منطقه کشمیر تحت کنترل هند که منجر به کشته شدن 26 نفر شد، تنش‌ها میان این دو کشور را به اوج رساند. پس از آن که مودی نخست وزیر هند به نیروهای مسلح کشورش برای واکنش بالمقابل اختیار تام می‌دهد، وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد که پاکستان به اسناد دست یافته که نشان می‌دهد هند ممکن است در ظرف 24 یا 36 ساعت آینده با پاکستان حمله نظامی می‌کند. اما در صورت جنگ تمام عیار میان هند و پاکستان، نیروی نظامی کدام کشور دست بالا دارد؟ دو کشوری که با یکدیگر مرز مشترک و دشمنی دیرینه دارند و هر دو مجهز به سلاح هسته‌ای میباشند. بر اساس اطلاعات، توان نظامی ارتش هند پس از امریکا، روسیه، چین در رتبه چهارم جهان قرار دارد. پاکستان با تفاوت 8 پله در رتبه 12 نظامی جهان قرار دارد. ارتش هند نزدیک به 1.5 میلیون نیروی نظامی فعال دارد که 2 برابر نیروی نظامی فعال پاکستان می باشد. در مجموع توانایی نظامی زمینی هند نسبت به پاکستان بهتر است. ارتش هند حدود 4021 تانک و ارتش پاکستان 2627 تانک با تفاوت 1400 تانک کمتر از هند می باشد. در بخش توپخانه‌ای نیز وضعیت هند به مراتب بهتر از پاکستان می باشد. در عرصه هوایی، نیروی هوایی هند دارای 513 جت جنگی و پاکستان 328 جت با تفاوت 185 فرمان کمتر از هند می باشد. در این صورت توان هوایی هند نسبت به پاکستان بهتر است. در عرصه بحری هم هند دست بالای نسبت به پاکستان دارد. شمار ناو هواپیمابر هند به تعداد 293 ناو زیردریایی می باشد که تقریبا 2 برابر ناو زیردریایی های پاکستان می باشد. با این همه تفاوت نظامی زمینی و هوایی، در صورت وقوع جنگ تمام عیار برنده و بازنده کی خواهد بود؟